یک پارچه از خانواده ما بودی. بعد از آمدن تو به زندگی ما خانواده ما تکمیل شد. در بین خانواده حقیقی هیچ دروغی وجود نمی داشته باشه. در کل عمر به من دروغ گفتین. زینب دخترم، با نظرتان باور کرد به گپایتان؟ مطمئن هستی که آدرس درست است یعقوب؟ آدرس خود درست است. علی تو واقعا بالای اویگار باور میکنی؟ اگه باورم نکنم اویگار اوتو گرگیرد داخل ما زنده ساخته که هیچ وقت اجازه نمیته مرا بخوره. یعنی به جایی که با شک و تردید زندگی کنم، معلومات را که اویگار به من داده اونها را تعقیب میکنم. درست است. دختر برامد، باز برات زنگ میزنم. باید با هم گپ بزنیم. درباره چی باید گپ بزنیم آقای محترم؟ من شما را نمیشناسم، از سرای ما دور شوید. درباره آقا کرد. گوش کنید، میفهمم که مرا میشناسید. نمیخوایم که به تو کدام ضرر برسانم، اما پیش از او باید به سوالای من جواب بدین. مادر، پدرم گفت بعد از اینکه خاله سبدا رو نجات داد و میره میبریم در دریای لامتیم، اما او همیشه مرا الا کرده میره. ایره میفهمی که کجا میره پدرت علی جان؟ همون خاله ای که ای کشتی را برات گرفته همیشه پیش او میره. اما به خاطر چی؟ نکی او را دوست داره، نره پیش ما باشه. اگه قسم ادامه پیدا کنه حتما امرایش عروسی هم میکنه. به من چی؟ نباید اون عروسی کنن، من نمیخوایم. جان مادر، ای گپه به منی، با پدرت بگو، درست است؟ مزادار است. نوش جانتان. بسیار تشکر. نمیفهمم بازیش مثل دست باختت شده یا نی؟ صبح بخیر خواهر مقبول من. صبح بخیر جذابک من. حالا بیا بشی. صبح بخیر. صبح بخیر. دست درد نکنه، بسیار مزه‌دار ماله میشه، بویشان بسیار خوب. اشتیای خوب. اوه جان مادر دست درد نکنه. بعد از سال حداقل کل ما 6 تا 1 لقمه نان بارا میخواد خوردیم. حالا بشینه. سیفتا جان، راستش میشه که ما بعدن بیایم و چای صبح بخوریم؟ فعلا کار عاجل دارم. میخوردی باز مبرامدی، چرا خبر خطاستی؟ بعد از این روز با هم یک جای چای صبح تیار میکنیم. سبا من نیستم، پشت کار میگردم. گفتی پشت کار میگردی؟ آیه مگم تو زن نکاح شدی اویگار نیستی؟ نظر به ایکو آدم مرده کل چیز به تو مانده.
کار چی؟ اگه با مرو من 5 قروش از او آدم پس نمیگیرم. من میخوایم سر پای خودم استاد شوم. خب به هر صورت سعیز باز بدن گپ میزنین. من میرم فعلا. خدافظ. بخیر بری. ما هم دیگه باید برم. میخواستم خانوادگی با هم یک جای چای بخوریم. پیش زینب میرم مادر، کمی وضعیتش خوب نیست به خدا. چی شدش جان مادر؟ چیزی نشده، یعنی درباره صحتش نیست. به هر صورت ما باید برم. خوب است بخیر بری. بازم مادر دختر تک و تنها مانده. حالا بیاین. خب بعد خونه شد هموتو نیست. تو چای تا بگی جان مادر بگی. سیفدا تو حالا براستی میخوایی کمرای علی عروسی کنی دخترم؟ بدون هیچ ممانعت با علی عروسی میکنم. ما خوشبخت میشیم مادر. و این سعی ترین کار خود بود که در زندگیم انجام میدم. باز خواد دیدیم که ما چقدر خوشبخت خود بودیم. انشالله جان مادر. حالا بگی چای تا بخور که سرد میشه. زاره ترقم کدی پیلوتش چی کار است؟ این سر وضع طبیبی. های به خاطر که پدرت گیرم نکنه چهره تغییر دادم، چی کنم دیگه؟ خب یگانه عینک مینک میپوشیدی. گشتم اما پیداش نکردم. یک دانیم به خاطر عشق ما بیخی غم درون شدیم به خدا. با پدرت چی گفتی؟ گفتم که تا یک مشتری ما ملاقات دارم. پیش ما هم یک مسکن است. باورت نمیشه. ایره به شما، اما فقط به شما. خب او هم از شما میشه. خب پس قسم است آقای مشتری. ما تا چی وقتی قسم باید پت از هم دیگه ببینیم؟ چشم آبیمه. تا یک چند وقت همه قسم است چی کنیم؟ خیره دیگه. یعنی من فقط از این که به خاطر من مجبور میشی به خانواده دروغ بگویی بسیار بسیار زیاد خفه میشم. علی جان چطور هستی؟ سالگیری گذشته تبریک باشه. محفل سالگیری چطور بود؟ خوبش بود؟ هیچ خوبش نبود، چون که پدرم من علاقه در اول نجات دادن تو اومد. اما چی بگو؟ حتما توقع داری در بغل زن بره که پدرش ازش جدا ساخته. اما تو؟ من از که علی جان از علی جدا بسازم تو یک نیت ندارم. من مثل تو نیستم که در بین پدر و بچه مداخله کنم. وجدان تا قسم راحت میسازی؟ اما نه دیگه، تو کجا وجدان داری؟ نه که تو زیاد وجدان داری. از همین خاطر دی چند سال بچه و پدر از هم جدا ساخته بودی. نه با تو چی ها؟ با تو چی؟ ما باید با تو حساب بتم ها؟ من نبودم که درباره وجدان گپ میزدم. تو خودت بودی. تو خدا با هر دروغ که فریب میتی فریب بدی، اما کوشش نکو بین پدر و بچه بیایی. خانم ازلم، چرا شما همیشه دم اینجا هستین؟ نه که شما از خود کدام خانه نداری؟ آی ای گپا کی میگه؟ گوش کو چی میگم. حدت بشناس. در مقابلت کدام طفل نیست. دیگه نمیتونی در این خانه زندگی کنی. ها علی جان بوده میتونه. او فرق میکنه، چون بچه علی است. از او به بسیار خوبی محافظت خواد کردم. مثل تو از چیزای زیاده محرومش نمیسازم. تو با کدام حقی گپا را به من میگی ها؟
به عنوان زن سابق علی. بله میشنوم علی. پیلوت چرا هر دقیقه پشتت سیل میکنی؟ تو از کی میترسی؟ چرا هر دقیقه سیل میکنی؟ ما از هیچ کسی نمیترسم. اما از پدرت میترسم. امکان داره هر دقیقه از یک جای پیدا شده بیایه. با ما تو یک چیز معلوم میشه، فقط همین. این چیزی را که محبت میگن، ای که چه قسم یک حس عصبان، کل چیز ازش یاد گرفتیم. صبر کن لودا. آیسته بچه، آیسته از او طرف. بیا لودا. لکتیت کار دارم. بچه تو چی میکنی ها؟ کسی سر طفل دست بلند میکنه ها؟ آی طفل چی؟ شیطان از شیطان. بکسک ما دزدی کد آورد. بیادر ما دزدی نکردیم. در اون صورت بکسکم پیش تو چی میکرد؟ او بکسک پیش تو چی میکرد؟ سلیمان بگو که تو دزدی نکردی. سلیمان بگو. حالا بیادرم بگو. ما دزدی نکردیم. بیاین مدیر صاحب، اینی بچه گرفتم. سلیمان بگو ما دزدی نکردی. سلیمان ما دزدی نکردیم. سلیمان! 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 پیلوت؟ سلیمان! ببین جانم، بیادر خورده، مقبوله که من نترس. من به یادم اجازه نمیتونم که ده حقت کدام کار کنه. اما راستش بگو، تو بکسک ای آدم دزدی کردی یا نکردی؟ نه بیادر به خدا ما دزدی نکردیم. بکسکش دستی می نفتاده بود. وقتی برش دادم مرا دست گفت، مام ترسیدم فرار بچه دروغگوی، بیا که به حوزه بریم. حالا قرار دیگه دست تپس کن. سروشت که دست بلند نکن. نیکه نشنیدی چی گفت ها؟ میگه ما نکدیم. میگه ما دزدی نکدیم. بکسکم پس گرفتی دیگه. آی سایز بکسک پیشم است، اما نداره. برو گم که دیگه خوده. من سایز گفتن خوش دارم. میگی سایز بیادر جان، فهمیدی؟ حالا دیگه رنگت گم کن. برو دیگه. ببین بچیم، جان بیادر خود مقبوله که بیادرش. بعد از ای اگه بکسک کسی در زمین مفتید، اول صاحبش صدا کن، به خاطر که در این زمانه حتی اگه خوبی هم کنی باید آمادگیش بگیری. بسیار تشکر بیادر، خداحافظ. حالا برو بچیم. اقدر که پدرم از تو میترسه. اگه حال تو را میدید باز وقت میفهمید که تو چقدر قلب مهربان داری. پیلوت، وقت او طفل گفت که ما دزدی نکردیم، تو چرا قسم سیل میکردی؟ یه قسمت دیگه میدیدی. بیادرم یادم آمد، چشم آبی من، طفولیتم یادم آمد.
بیادرت هست. بله، در قوطیه که از سلیمان بود یک سام از امو برامد سفدا. من گپا نفهمیدم ها. ایره واقعا اویگار روان کرده بود ها؟ خب در این صورت اگه اویگار مرده باشه چی قسم؟ یعنی ایره دستی کی روان کرده باشه علی؟ خوش آمدین خانم توکچه. سلام. وصیت مرحوم اویگار بدون کمی و کاستی به شما تسلیم کردم. خبر شدم که مرده، بسیار جگرخون شدم. واقعا او آدم مرده؟ سلام علیکم دوستان عزیز، و شما یک کانال رو توسعه دادنیم که کانال مادر جان تیجی بهترین ویدیوها رو دارن. می‌داریم همه کسا پاکیزش میکنیم و این کس رو دستگیری میکنیم. من سلسله کانال رو در اپشن ویدیو و در کامنتر تکلیف میکنم. حتما در مورد ابونه شوید. خداوند رحمتش کنه. میخوایی بفهمی قاتل پدرت کی است ها؟ اگه میخوایی بفهمی کرنی کورکی کشته سبا ساعت 12 بجه در بیکاز در فابریکه سابق خیاطی با منزل آخرش بیا. کی بوده میتونه کی با ما ایره روان کده. چرا آمده خودش برم نمیده. آنی که کدام نفر قصد داره که مورد دام بندازه. تنها یک را وجود داره که بفهمی فیدت. کمی کار دارم. محصولات میه پس ما مییم. نه شما اینجا باشین. این همه خواه آمدن. گفتی بیا این همه آمدن بیاده. خدا نشان بده. تو را میگم لاوده سرم رشخان میزنی. اگه آدم هستی خدا نشان بده. لپتاپ باز کن. مرا تماشا کن. هیچ نمیفهمم که اینجا چی گپ است. سفدا ده اصلی مهم نیست که کی با اویگار کمک میکنه. مهم ای است که اویگار از کجا میفهمه که بیادرم کی است و حال در کجا زندگی میکنه. اویگار درباره بیادرت چی میفهمیده علی؟ دروغ است. او آدم روانی بعد از مردنشان به خاطر نارام ساختن ما حتی امکان داره یک عالم پلان جور کرده باشه. باور نکن لطفاً. یعنی ای راست است. کاکایشه آقا کرد کشته. میفهمی که بیادرت میخواد کی سمی کی تو را مسموم ساخته. آقا کرد مانع من شدی که بیادر ما پیدا کنم. اما چرا؟ ببینین هیچ گناهی من نیست. فقط کارم انجام دادم. او کارم آقا کرد برم گفت که انجام بده. اما اویگار درباره آقا کرد راست گفته بود سفدا. آقا کرد کاکای اویگاره به خاطر که درباره بیادر معلومات پیدا نکنم مسموم ساخته از بین بردش. خب دختر امکان داره اویگار خریده باشه.
امکان داره، اما مجبور هستم تحقیق کنم به خاطر پیدا کردن بیادرم. اگه کوچکترین امیدم وجود داشته باشه مجبور هستم از پشتش برم سفته. اگه نه از اینکه اویگار راست گفته یا دروغ، این سوال تا آخر عمر مرا عذاب داده و از بین میبره سفته. علی گوش کن، اگه کلینا یک بازی باشه یا کدام دام باشه چی؟ یا اگه قصد داشته باشن به تو ضرر برسانن چی؟ فکر نکنم سفته. تشویش نکوی، تک چیز شده نمیتونه. اگه گپای اویگار راست باشه از او خاطر ده این موضوع حتما کدام مشکل وجود داره. میره احساس میکنم. سلام وداد بیادر. با پیلوت خو گفتم اما باور نکرد. قاتل پدرتان ارنیکو با جز از علی هر اغلا دیگه کسی نیست. هرچی نباشه پیلوت سری و زیاد اعتماد داره، اما تو دیگه رقم هستی. میفهمم اجازه نمیتی کسی مانع تو شود تا که انتقام پدرت بگیری. بیبی دوستیه که در پیشت هست او را بیبی. دقیقاً در اونجا اوراقی است که نشان میده علی هروغلو در تشکیلات کار میکرد. پدرتان اردیکو همراه آقا کرد یک رابطه کاری بسیار خصوصی داشته، اما وقت کار آقا کرد با اردیکو خلاص شد او را توسط بهترین شخص تشکیلاتش یعنی علی هروغلو از بین برد. او پیلوته که بیادر میگی نخواست ای را درک کنن، اما مطمئن هستم که تو یک روزی ای را درک میکنی و بالاخره انتقام پدرت حتما میگیری. یک بار بیادرم پیدا کنم از هزار حسرت نجات پیدا میکنم. یکی کی هستم، از کجا آمدیم، گذشته ما چه قسمه است، هیچ چیز نمیفهمم. من حتی تخلصم هم نمیفهمم. اگه بفهمم میتونم به تو هم تخلص اصلی ما بتم دیگه. مطمئن هستم وام پشت تو میگرده. زنده باشی چشم آبی من. مرا زیاد امیدوار میسازی، اما ای که او زنده است یا نیست، ای که امروی کی زندگی میکنه، در کجا است، عروسی کده یا نه، یعنی ما کاکا شدیم، نمیفهمم. شایدم کاکا شده باشی. اگه یک بیادر زاده داشته باشی او هم تو را زیاد دوست خود داشت، به خاطر که تو یک کاکای بسیار خوب هستی. یعنی میگی من یک کاکای خوب میشم ها؟ پس پدر خوبم شده میتونم. اگه فکر میکردم که شده نمیتونی، بازی انگشتر را ده انگشتم نمیکردم. در طفولیت از بیادرم خواستم که درباره پدرم بگویم، به خاطر که هیچ بیاد نداشتم. بیادرم میگفت که من مثل پدرم هستم. ما از او خاطر همیشه حالت پیریم تصور کرده کوشش میکردم پدرم بشناسم. حتی یک روز می قسم با قلم در رویم ریش و برود کشیده بودم. دویده پیش پدرم رفتم، گفتم من مثل پدرم شدم یا نه؟ اول خنده کرد، بعدش یک جای گریان کردیم. یعنی برات واضح بگویم که چشمابی من گذشته ای ندارم.
میخوایم آینده من تو باشی. سیز، اما آقا کرد چرا باید تو یک کار کنه؟ این آدم مگه آدمی نیست که چندین سال همراهت است؟ به خاطر چی بخواه به تو خیانت کنه؟ نمیفهمم سیفدا، نمیفهمم. اما یک مدت از به خاطر بعضی چیزا در رابطه با آقا کرد شک پیدا کردیم. قبلا هم اشتباهاً به نام بیادرم به ما یک جسد روان کرده بود. اگه من مشکوک شده تحقیق نمیکردم، باز حال فکر میکردم که بیادرم دو آتش سوزی از بین رفته. او جسد را که به نام بیادرم برام روان کردی، او جسد بیادرم نیست. چطور یعنی؟ دقیقا امیره باید تو جواب بدی. سفدا یعنی که تنارایی که میتونه درست بودن و غلط بودن شک من نسبت با آقا کرد ثابت کنه. ای است که در داخل صحیفه آقا کرد در رابطه به بیادرم چی است، او را باید با چشمای خودم ببینم. گوش کن، برو همراه آقا کرد گپ بزن. بهتر از کل چیز برش بگی. البته باید بری روبرو ازش پرسان کنی، این بهتر است. نمیشه. اگه آقا کرد دی چند سال ایر از ما پت کده باشه، بازم به من نمیگه، بازم کل چیز پت میکنه. برعلاوه اگه بفهمه که ما سرشون مشکوک شدیم، او اوراق اسناده که اویگارده بارش گفته بود 100% کلش از بین میبره. ببین، تنها کار خوبه که آقا کرد تا حاله کده ای است که ثبوتا را پیش خود نگاه کده. دیدی زینب جان؟ گپایی که پدرت گفت راست بود. نخشله بودی که اینجا بیاییم جانم. آی من چی بفهمم؟ وقتی پدرم گفت که زینب از این گپ خبر نشه و دست تایفم کدام چیزی را پود کرد، من به تشویش شدم. زینب، آقا کرد از نظر تو پدرت است، اما دست آدم مهمی است. با هزار گروه سر کار داره که میفهمه که در وقت تو چی فکر میکده. حق با توست. بیا از وقت بام است. گوش که گپای مدیر یتیمخانه با گپای پدرت عین چیز بودنه، اما تو نبود. پیدا شدن در بین کثافات، تاریخ آوردن در یتیمخانه، یعنی کلش یک قسم بوده نبوده؟ دیگه یش کارا نمیخوایم ببینم قربانه که چه. آی من دیگه چی بفهمم؟ وقتی فهمیدم که طفل فرزندی هستم تحمل کرده نتونستم. از او خاطر پدرم هم جگر خون ساختم. ملکم، ناراحتی او تا وقتی است که تو خنده نمیکنی. از من میقسم. حالا با لبخندت دگاه مقبول تر خدا بسات. حالا دیگه های نبودا. خانم زنب پاس امر کنین که شما فعلا کجا میرین؟ به جایی که دل خودت میخواه. خیلی بسیار یک جای مقبول میریم. بفرمایین. آقا، قسمی که از زده بودین ما به یتیمخانه رفته بودم. کل چیز قسمی که شما گفتین به شکل مناسبش به زینب نشان دادیم. سعیس، یعنی شکل برطرف شده. دخترم دوباره پیشم خواد آمد. فکر شگردی که صحیفه آقا کرده چی قسم باز کنی؟ یعنی من حد زدم میتونم که او خانه چقدر امنیتش بالا سلی. هنوز نمیفهمم سفدا، اما یک راه حل پیدا میکنم. دست من یک راه حل میفهمم. سینان در خانه آقا کرد کار میکنه نی؟ اونجا راننده زینب است. نه سفدا، نه. تو در این کار خودت دخیل نمیسازی. بله دخیل میسازم. مگم وعده ندادیم که ما همیشه در کنار هم دیگه میباشیم؟ علی دادیم. به خاطر پیدا کردن بیادرتم هرچی که از دستم بیای انجام میتم.
به نظرت پیداش کردن میتونیم سیفده؟ بیادر ما پیدا کردن میتونیم؟ بله، هم بیادرتا پیدا میکنیم، هم بیادرتا با هم پیدا میکنیم، چون بسیار کم مونده. بیادرتا پیدا میکنی، فقط صبر داشته باش. پدرم زنگ زده. او خود را نمیبینه دیوانه؟ یعنی قسمی که طرف تلفونت سیل کردی من فکر کردم که پدرت حتما دم چهار طرف از اینجا میگرده. پیش از اینکه کسی ما را اینجا ببینه باید هر چی زودتر از اینجا بریم. آقا پیلوت، با صبح میبینیم. در او صورت ما میرم، زود خواه میشم تا صبح شوه و بتانم چشم آبیم یک دفعه دیگه ببینم. سیست. حالا بخی که بریم. بسیار کم مونده. بیادرتا پیدا میکنی، صبر داشته باش. مثلی است که هر دوی ما در کره خود ما حبس شده باشیم، نه؟ من از کره خود برآمده به تو رسیده نمیتونم. تو هم کره خود شکستانده نمیتونی تا مرا پیدا کنی. میفهمم که تو هم مرا میپالی بیادرکم. از پالیدن تو هیچ وقت منصرف نشدیم بیادر، و هیچ وقت منصرف نخواد شدم. نزدیک است، بالاخره تو را پیدا میکنم. قاتل پدرتان ارنیکو با جز از علی هروغلو کس دیگر نیست. آی بچم چتیات نگو ویداد. امکان داره اویگار احمق با مام دامونده باشه. اون میخواه به خاطر سفدا سرماست و دلیره به قتل برسانه دقل بازی دروغ کن. خوش آمدی. خوش باشی. پدر؟ بچه میفهمین ما برای شما منتو پخته کرد. منتو گفتی؟ چیزی را که زیاد خوش دارم. میفهم، مادرم بریم گفت. حتی خمیرشم مجور کردیم پدر. خیلی تو راست. در صورت این مزدارترین منتوی خواد بود که مده تمام عمرم میخورم. شام بخیر. خوش آمدین. مادرم پشت علی جان دق شده بود، مم دعوتش کردم. کار خوبه کردی. خب بیاین دیگه شروع کنیم. بریم بچیم بشینیم. بیا الا بشین. آفرین. اگه تو نمی آمدی تا آمدنت منتظر میماندیم و نان نمیخوردیم، به خاطری که خانواده همیشه با هم نان میخورن. ما هم یک خانواده هستیم، نه پدر؟ بله بچیم، البته که خانواده هستیم. اما تو بازم به یک جای نان خوردن زیاد عادت نکو جانم، به خاطر که معلوم نیست چی وقت به پدرت کار پیدا میشه از خانه بیرون میره. به یک جا بودن خود عادت نتی بچیم که به نقصت تمام میشه. علی نانتا بخو بچیم اگه نه یخ میشه. ما آمدم. خوش آمدی. کجا بودی دخترم؟ به تشویشت شدم.
این آمدم دیگه مادر. ملاقات کردن با یک مشتری اما قدر طول کشید. علی خان جان سعیس این آمد دیگه. درست است. حالا دیگه برو کالایت تبدیل کو که مهمان میایا. سعیس پدر کی میایا؟ جوهر کوکایچون میایا. با کدام مناسبت؟ توبه از اینکه دوست چندین سالیم با مهمانی میایا حسابش با تو بودم ها. دویگو جانم تو حاله برو یکان کالای مقبولت بپوش خوب میشه اونا میاین بخیر حالا چی بپوشم مادر؟ میخواین که مرا خوش کنن چرا باید کالایم تبدیل کنم؟ دویگو اوف خدایا توبه. بله پیلوت. وقتی صدای مقبولت به گوشم میرسه دسترم هوای ایدی میزنه دویگو. پیلوت فعلا هیچ وقت ندارم بعدا میشه گپ بزنیم. چی شده؟ صدایت خوب معلوم نمیشه چی شده؟ نه چیزی نشده. ما خودم باز برات زنگ میزنم حالا باید قطع کنم. نکو دیگه چشما بیمه بگو چی شده برام بگو. زکیشان میاین. زکیشان خانیما میاین. چی؟ تو چی میگی؟ او خب پشت دیگه پار ایلا کده بود. اولوده چطور جرات کده باز به خواستگاری بیا؟ نیکه عجلش آمده چطور؟ آرام باش پیلوت آرام باش. ما بیاز از اتاقم نمیبرایم. حالا مرا از گفتن پشیمان نساز. ما دیگه نمیخوایم باز کدام جنجال جور کنی. نمیخوایم کدام مشکل پیدا شوه. بیاز پدرش دوست چندین ساله پدرم است. شاید به خاطر کدام دلیل دیگه میاین. مام درست نمیفهمم. سعیس دویگویم سعیس بعدن باز گپ میزنیم خب؟ سعیس حالا دیگه خدافظ. لودی بی عقل ما تو را زنده نمیمانم. فکر کردی ای دفعه تو را سالم میمانم زکی؟ حال ملکم خوب شد. نمیفهمم. تو یک احساس عجیب است مثل که در یک لحظه کل زندگی تغییر کرده باشه. چیزی تغییر نکرده جانه. تو حالم عمو زینب هستی. پدرت عالم تو را زیاد دوست داره. از جانش کده زیادتر دوست داره. اما تو راست. اما چطور یک عمر به من دروغ گفته؟ انسان به کسی که دوستش داره دروغ میگه؟ بعضا دقیقاً به خاطر کسی که دوستش داری مجبور میشی دروغ بگویی. به خاطر که ازش حفاظت کنی. شام بخیر. خواهر؟ کدام چیز شده؟ گوش کن چی میگم. من امشب به خانه آقا کرد میرم. سینان درباره که وضعیت زینب قدر خوب نیست گفته بود. او را با نکده به یک شکل داخل خانه میشم. تو امروز گفته بودی نه که وضعیت زینب کم خوب نیست نه. باز مام خواستم بیایم یک بار ببینمش. شاید بخوایم درد دل کنیم و گپ بزنیم. بعد از اینکه داخل خانه رفتم مثل پلان ما به تو خبر میدم. کاری را که گفته بودی میکنم. تو آمپوت پنهان داخل خانه میشی. مادر نه که مزه‌دار پخته نکردیم. نه ای تو چیزام امکان داره بچیم بسیار مزه‌دار است. قربان دستایت بچیم. فکر میکنم منتظره کدام زنگ مهم از یک نفر استی. دو
کنسرت انتخاب نشدم از او خاطر کم جگر خون هستم. سینانام کم گپ کلان کرد خواهر جان. دیگه هیچ مشکل نیست، همه چیز خوب است. خوب است آلیس. اگه کل چیز خوب است این صورت مشکلی نیست. کم از کم خوب شد که تو را دیدم. سلام خانم سفدا. سلام شامتان بخیر. من گفتم یک بار با دیدن بیادرم بیایم. کار خوبه کدن. کدام مشکلی خو ندارین؟ یعنی خوب کار میکنه؟ تشویش نکنین، شما را شرمنده نمیسازه. خوب است آلیس. خب شما لذت ببرین، ما با اتاق میرم. شبتان خوش. خودگ آقای محترم، حالا برو کالایت تبدیل کو. ما و پدرت همی که سر میز جمع کردیم، باز میاییم تو را خو میتیم. مادر لطفاً 5 دقیقه دیگم. خو سعیز، اما او 5 دقیقه 10 دقیقه نشه، درست است؟ در خانه شستم. بازم میخوایی بیری؟ بله باید برم. بازم میخوای پیش خاله سفدا بری؟ همیشه ما رو الا کده بیاز پیش او میری. سلام علیکم دوستان عزیز، و شما یک کانال رو توسعه دادنیم که کانال مادرجان تیجی بهترین ویدیوها رو دارن. میتونیم همه کسا پاکشت میکنیم و این کس رو دستگیری میکنیم. من سلسله کانال رو در اپشن ویدیو و در کامنتر دستگیر میکنم. حتما در مورد ابونه شوید.